سکوت چپ جهانی در قبال قتل عام ایرانیان، حمام خون، در مقابل کشتار و سرکوب ایرانیان غیر قابل توجیهه. چرا چپ جهانی در برابر کشتار ایرانیان تظاهرات نمیکنه؟ چه فرقی بین ایران و غزه است؟ تظاهر کنندگانی که در سطح جهانی از لندن تا برلین، از برلین تا سیدنی استرالیا و کانادا و دانشگاه‌های آمریکا دانشگاه را تسخیر کردند، دانشگاه رو، سالن‌ها رو به آتش کشیدند، زمین‌های دانشگاه رو محاصره کردند. چرا امروز به خاطر کشتار ایرانیان، به خاطر کشتار جوانان، به خاطر کشتار دانشجویان ایرانی چرا اعتراض نمی‌کنند؟ چرا در مقابل دیکتاتوری قاتل و کشتار ایرانیان ساکت موندند؟ چرا هیچ کدام از شهروندان مشهور آمریکایی، منظورم سیاستمداران، حالا آقای لینزی گرام و بقیه نیستند که دفاع کردند و دست راستی ها و جنبوری های آمریکا اومدن دفاع کردن، چرا هالیوود ساکت نشسته؟ ایرانیان مهاجر به سهم خودشون در تمام کشورهای دنیا نشون دادند که میتونن دنبال روی اون پرچم باشن، دنبال روی اون آزادی باشن، حتی در اسرائیل کوچک. ایرانیانی که با رابطه کمی هنوز با ایران اومدن در خیابونها و اعتراضات خودشون نسبت به این کشتار و سرکوب نشون دادن، ولی چپ جهانی ساکت مونده و چپ جهانی و اون گروهی که خودشون رو به عنوان مترقی نگاه میکنند امروز سکوت رو اختیار کردند. چرا برای فلسطینی ها اومدن در سراسر دنیا؟ چرا اومدن تهدید کردن که اسرائیل رو باید از سرمایه گذاری منع بکنیم؟ چرا اومدن با دانشگاه های اسرائیل و بقیه در افتادند که نباید پروفسورها و اساتید اسرائیل رو دعوت بکنیم به کشور آمریکا، اما اجازه میدن که جمهوری ستمگر اسلامی سر کار بمونه؟